بسم الله الرحمن الرحیم. اله انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. در آیه 4 اشاره شد که خداوند متعال سکینه و آرامش را در دل مؤمنان نازل میکند و ایمان آنها را افزایش میدهد. با چی مکانیزمی؟ لله جنود السماوات و الارض. و عرض شد که زمین و آسمان در اختیار خداوند متعال است و لشکریان و زمین و آسمان که در اختیار خداوند هست از همه این امکانات برای کمک رساندن به مؤمنان و مسلمانان خداوند متعال استفاده میکنند. حالا اگر این سکینه در دل مؤمنان آمد، نازل شد و ایمان آنها زیاد شد و لشکریان الهی را به سراغ آنها آمد، به کمک آنها آمد، خب خروجی این اقدام ها چه خواهد شد؟ این چه نفعی به حالت مؤمنا و مسلمانا دارد غیر از اینکه قلبهاشون آرام میگیرد و ایمانشون افزایش میافتد و در نبردها با کمک و مدد این لشکریان به پیروزی میرسند. خب خروجیش چی میشود؟ خروجیش این میشود که خداوند متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فضلا عظیما. میگه سرانجام و آخرت این سکینه و آرامش این است که مؤمنین و مؤمنات چیکار میکنند؟ داخل بهشت میشود که از زیر پای آنها نهرها جاری است. ببینید در این آیه شریفه میفرماید المؤمنین و المؤمنات، یعنی ارزش ها را هم اینجا میاد مطرح میکند خداوند متعال، یعنی مرد و زن. شرط ورود به بهشت جنسیت نیست، شرط ایمان است. بنابراین است که فرموده است لیدخل المؤمنین و المؤمنات، داخل میشود مرد و زنی که اون سکینه و آرامش در قلبهای آنها بود و ایمان داشتند و خداوند متعال بر اساس ایمان انسانها را وارد بهشت میکند، نه جنسیت مرد و زن. به این خاطر است که ما باور داریم و میگوییم که زنان اگر نقش اساسی خود را در جامعه ایفا کنند، مردها میتوانند از دامن زنان به معراج برسند و ما باور داریم که نصف جامعه را زنان تشکیل میدهند و نصف جامعه در اختیار زنان تحت تربیت زنان هستند. اگر مادر و زن بتواند آن نقش اساسی و نقش ایمانی خود را خوب اجرا بکند، همه مردان و همه زنان که تربیت یافته این دامن هستند به بهشت برین خواهند رفت. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار، که در زیر اینها چی است؟ نهرها جاری است که این نهرها همیشگی و ابدی هست. ممکن است این شبهه مطرح بشود که پرونده‌ام خراب است، کارهای انجام دادم که نگاه میکنم به گذشته خودم و از نگاه کردن آن شرم میکنیم. چطور میشود که ایمان آورده باشم، اسلام آورده باشم و این نعمت الهی شامل حال من شود؟ و خداوند متعال میفرماید یکفر عنهم سیئاتهم. خداوند همه این لغزش ها و گناه هایی که خواسته و ناخواسته از دست انسان در رفته است و مرتکب این ذنب و گناه شده است، خداوند متعال میفرماید من اینها را میپوشم و میبخشم. ممکن است انسان دچار غفلت های شده باشد، ممکن است این اتهام ها را نسبت به همه پیروان الهی گفته باشد،
میفرماید یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی همین که شما ایمان آوردید، همین که اسلام آوردید، گذشته ها، پرونده، هرچی که شما فکر میکردید چیز بود، تفلحوا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید الاسلام یهدم ما کان قبله، یعنی وقتی که شما در واقع ایمان آوردید، اسلام آوردید، کار را تمام شده شما در نظر بگیرید. در مورد خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اتهام هایی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زده بودند، در اونجا میفرماید لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی گذشته و آینده را همه را من پروندهشو میبندم، میبخشم و اینا را از دل اون دشمنان تو هم پاک میکنم. هیچ کس نگاه منفی بر رسول نداشته باشد. اینجا در عمل می آید، این را میگوید خداوند متعال که یکفر عنهم سیئاتهم، یعنی من میپوشانم این لغزش ها و گناه ها را. و میفرماید و کان ذلک عند الله، نزد خداوند رستگاری بزرگی است. اگر ما یک نگاه اجمالی اگر به این آیه شریفه داشته باشیم که خداوند متعال فرمود، یعنی هم گروه مرد و زن را با هم ذکر میکند، یعنی پیروزی های الهی و ورود به بهشت مختص جنسیت خاص نیست. در قرآن معیار فقط ایمان است، نه مرد بودن یا زن بودن. این آیه یکی از آیات‌هایی است که برابری ارزشی زن و مرد را در پیشگاه خداوند متعال نشان می‌دهد. جنات تجری من تحتها الانهار، توصیفی که از بهشت که بارها در قرآن کریم تکرار شده است، جریان نهرها از زیر درختان است که نشانه تراوت و زیبایی و وفور نعمت و حمایت جاودانه خداوند متعال از بندگان مؤمن و راستین خودش است. و در مقابل که در این دنیا گاه آبها قطع می شوند، چشمه ها خشک می شوند، اینجا در بهشت نهرهای بهشتی همیشه جاری هستند. خالدین فیها، جاودانگی در بهشت، نه مرگی، نه پایانی، نه جدایی. این بزرگترین آرزوی هر مؤمن است که میخواهد به این آرزوش برسد. و خداوند متعال میفرماید یکفر عنهم سیئاتهم. تکفیر به معنای پوشاندن و محو کردن از خداوند متعال گناهان مؤمنان را میپوشاند و آنها را نمیبیند. این شامل گناهان کبیره و صغیره می شود به شرط توبه و ایمان. فوزا عظیما، فوز به معنای رستگاری، موفقیت و رسیدن به مطلوب است. و درس هایی که ما می توانیم از این آیه شریفه بگیریم این است که هدف نهایی و اون چشم انداز را فراموش نکنیم. گاه انسان ها چنان درگیری هدف نهایی و چشم انداز را فراموش نکنیم. گاه انسان چنان دچار درگیری پیروزی های مادی و دنیوی می شود که هدف نهایی را که بهشت و رضوان الهی است فراموش میکند. و سوره فتح به ما می آموزد و یاد می دهد که همه فتح ها و نصرت های دنیوی مقدمه برای فوز عظیم هستند، نه هدف نهایی. پیروزی دنیوی به کار آخرت بیاید. هر موفقیتی که در دنیا
می آوریم باید ما را به بهشت برین نزدیک کند، نه دورتر از فتحی که باعث غرور می شود و ما غرک بربک الکریم، و یا ظلم که باعث و سبب دوری و محرومیت گردد و ما را از خداوند و به بهشت برین دور کند. این فتح مضمون است و فتح مبین فتح است که به آمرزش گناهان و ورود به بهشت منجر شود. زن و مرد در ارزش گذاری الهی در پیش خداوند متعال در جامعه امروزه که بحث برابری جنسیت مطرح است، قرآن قرنها پیش بهترین الگو را گفته است که برابری در ارزش، نه برابری در وظایف بلکه در ایمان است. زن و مرد هر دو می توانند مؤمن باشند و هر دو وارد بهشت بشوند. ارزش به ایمان است نه به جنسیت. و به فوز عظیم چشم بیاندازیم و چشم انداز ما فوز عظیم باشد. بسیاری از انسانها برای موفقیت‌های خرد و کوچک دنیوی جان میکنند، اما برای رستگاری آخرت و اخروی تلاش جدی و کوشش جدی ندارند. آیه به ما یاد میدهد که ارزش واقعی نزد خداوند متعال فوز عظیم است. امروزه در جامعه برخی از جریان‌های سکولاریستی و لیبرالیستی میخواهند نگاه به آخرت را از جامعه بگیرند و همه آرزوها را محدود به همین دنیا کنند. سوره فتح در مقابل این جریان میگوید پیروزی های دنیوی ارزشمندند، اما فقط در صورتی که مقدمه فوز عظیم باشند. جامعه اسلامی باید در کنار تلاش ها برای فتح های مادی به فکر آخرت خود نیز باشند. این آیه شریفه فرمود به ما و به ما آموخت که بعد از آن که سکینه و آرامش در قلب‌های شما نازل شد و ایمان شما افزایش یافت و لشکریان الهی به امداد شما رسیدن، به کمک شما رسیدن، اگر در اون مسیر شما استوار و ثابت قدم ماندید و مؤمن واقعی باقی ماندید، خداوند متعال می‌فرماید که مرد و زن مؤمن را خداوند متعال در بهشت وارد میکند که از زیر پای آنها نهرها جاری هستند و فوز عظیم در دنیا و آخرت نصیب حال این مؤمنان میگردد. امیدوار هستم که این وعده الهی شامل حال ما و شامل همه شما مؤمنان و خداپرستان قرار گیرد. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.